در قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از مسئله قدیر به مسئله دیگری قابل تطبیق نیست. همین آیه معروف الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه که در اول اوائل سوره مائده است قابل تطبیق با غیر مسئله‌ای در وزن و اهمیت و اندازه مسئله قدیر نیست. امروز روزی است که دشمنان کفار از دین شما مایوس شدند. چی مگر بر دین اضافه شد که دشمن را مایوس کرد؟